امروز روز اول این چالشه. تصمیم گرفتم 90 روز آینده رو کامل ثبت کنم، بدون اقرار، بدون ادعای الکی. میخوام ببینم اگر واقعا منظم تمرین کنم آخر این 90 روز چه تغییری میکنم. امروز تمرین رو از انباری شروع کردم. شاید امکاناتم مثل یک باشگاه حرفه‌ای نباشه، ولی بهونه هم ندارم. مهم اینه که شروع کردم. اول بدنم رو گرم کردم، بعد چند حرکت انجام دادم و سعی کردم بهترین تمرین ممکن رو داشته باشم. میدونم توی یک روز هیچ اتفاق خاصی نمیفته، اما هر تغییری که بخواد به وجود بیاد از همین روز اول شروع میشه. نمیدونم 90 روز دیگه نتیجه دقیقاً چه میشه، ولی یک قول به خودم میدم: این چالش رو نیمه کاره رها نمی کنم. اگر دوست داری ببینی آخر این مسیر به کجا میرسم، قسمت‌های بعدی رو هم دنبال کن.